خب اساسی ترین بحثتون در نظریه ریاضی مرکز عالم چی هست؟ اساسی ترین بحث ما در نظریه مرکز عالم هر نقطه‌ای میتواند مرکز عالم قرار بگیرد. این نظریه در قرون گذشته توسط عرفای جهان اسلام مطرح شده است. جهان را چون دایره‌ای دان، هر نقطه‌ای را در میان آن دان. جهان را چون دایره‌ای دان، هر نقطه‌ای را میان آن دان. هرچند فلاسفه الهی معتقد بودند زمین مرکز عالم هست و جهان دور زمین میچرخد، ولی عرفای جهان اسلام معتقد بودند هر نقطه‌ای در جهان میتواند مرکز عالم قرار بگیرد. این نظریه عرفای جهان اسلام را ریاضیات پیشرفته کنونی جهان تایید می کند، به طوری که در علم ریاضی قرن 21 در فضای بی‌نهایت هر نقطه‌ای میتواند مرکز عالم قرار بگیرد. این نظریه توسط عرفای جهان اسلام در قرون ششم و هفتم مطرح شده و با علم روز منطبق می باشد.